خب سلام دوستان گرامی هموطنان عزیز زبان آموزان ارجمند یکی شما رو به افیر نوبتی امروزه انگلیسی با اسلوب سوالی یعنی سوال و جواب قسمی دو است به فکرم اگر خب یک لحظه خب اینها یک موندیم به فکرم که دو است بله دو است امروز در عنوان یک نوشتگی است خب این دو است بعد از آخر به انجام رسیدن افیر کوشش میکنیم که نامش را تغییر دهیم. خب دید شد. السلام علیکم دیگه و علیکم سلام خوش آمدین بلاگر BSD یکم لایک تشکر زیاد مریم علیکم ممنونم معلم من کلوچ رو داده میتونین روسی کلوچ اون که زنه میتونیم که اپای مریم خفه نشین یا خواهر چون که درس هست دیگه میخوایم که مردم متوجه درس باشن و متوجه یعنی سلکه پرتوفتن یا بعضی کارهای دیگر نباشند. خب بلاگر برات نوشتین بفرمایین عبدالرحمن سلام علیکم چطور شما و علیکم سلام شکر خلاصوز. خب مریم بانو فهمو بخش نالی هیچ گم ندارد خب یک لحظه بینم که افیر چخیل دوام میفتستای آواز چخیل های آواز خوب است آواز خوب باشه اگر سوال دادن رو شروع کنیم. خب درسی چی میگذاریم دنیا زبان درسی زبانی انگلیسی سی نتیجه انگلیسی. سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین سمی نتیجه بلکسی سلام علیکم شما لایک و علیکم سلام تشکر زیاد بلکسی چهار دارد شکری خدا خوب تین شما خوبین تنجین. خب دوستان سوالی یکمی امروزه end ترجمه کنین به زبان تاجیکی end معلوم چی به درسی ترکی نه دینا پرسیدن که هم ترکی شود هم انگلیسی بعضی گفتن که حاضرش انگلیسی دیگه انگلیسی داریم اگر بخواهیم مثلا اکثریت بخواهیم از این پس بتونیم که مثلا هم انگلیسی هم ترکی هم روسی تشکیل کنیم یعنی روز دوشنبه انگلیسی سه‌شنبه ترکی چهارشنبه روسی. البته روسی برای آدمای نوآموز است برای بسیاری تاجیک‌ها خوب میدونن روسی برای آدمایی که نو یاد میگیرن یعنی چیزی نمیدونم چون که این زمان در یک افیر بودم گفتن که یک نفر شیرین نامشون فراموش کردم یک حقوق‌شناس است باز یک لحظه ببینم افیر دارن شیرین ایبرانووا افیر دارن حاضر این زمان حقوق‌شناس گفتن که بسیاری تاجیک‌ها مشکلی زبان روسی دارن در روسیه خوب میشد که یکون افیر روسی تشکیل کنید به همون خاطر اگر طلبگارا باشه میتونیم که از این پس تشکیل کنیم. سی نتیجه رسی خب بلاگر مورچه بله تشکر زیاد بلاگر انگلیسی حاضرش در خب حاضرش انگلیسی دارم تیمه. خب
دلشد تجه اند مرچه بله سینه تجه بله خوب میشود ولی یعنی آزرش انگلیسی دادم تیمه فقط زبان انگلیسی دیروز نمیدونم بودین نبودین که سمیه تجه ورسی گفتیم که 10 روز کلمه میروه یعنی کلمه سوال جواب میکنیم 10 روز دیگه عباره میروه فرازه عباره میروه و 10 روز دیگرش جمله میروه جمله میگذاریم و تا وقت شد که افری ما کشوده شود 1000 شیم کشوده شود بعد از کتاب سر میکنیم از کتاب یعنی هم ترکی هم روسی هم انگلیسی و سر میکنیم خب لکسی انت مرچد درست تشکر دسترخوان سلام همه چی حال داره مکسر شکری خداساز خوب خوش آمدین یه 15 میگن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته بلاگرها خوب سمیت جه ما میوانیم خوب دسترخوان انت مرچد بله اپای 15 ششم لایک سوختیم خوش آمدین لکسی خوش آمدین اپای 15 افیر تبریک سلامت باشین این افیری وبکام اگر بدونینش از یوتیوب خودش وبکام یعنی ترانسلیشن نیو افیر نیو باز در تگ افیر وبکام دارد اگر بدونین وبکام یعنی فقط کامera پیش نشون میده درون نشون نمیده یعنی درون کامپیوتر بنابراین تا وقتی که افیری اساسی مونگلیون شده از همین یک میره آبود باشین هم کسا سوزن تینجه انشالله اپای 15 بودم سمیه هفتم لایک تشکر اپای 15 بهترین کرده سلامت باشین خوش باشین بلکسی خب سوال دویم بله درست چه خیلی گفتین مرچه میگذاریم با سوال دویم خب کپی airport 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 شو تجي لايك اپای 15 ای دخوف کمی رویم اپای 15 هم نام سازن تینجه انشالله سمیه رحمت جان ای 15 شد سوزه سوزه دانشگاه بلوگ ایرپورت که بلوگ با تاجیکی بگیم خوب می شود دیل شد تجه ایرپورت فرودگاه بله ایرپورت فرودگاه بله تشکر زیاد خب آرت بلکسی ایرپورت فرودگاه بله art دلشون بالا و 15 سال هستیم شد ما خواستم دیگر کردم دستر خوب شکر سوز شما شد لکسی صنعت بله درست بهترین دلشون تجه آرت صنعت درست تشکر زیاد خب بی دوستان عزیز افیلی که aynı حال راتیسته است انگلیسی با اسلوب سوالی رقم 2 است یعنی ما اشتباها یک نوشتیم رقم 2 است
خب شد بلکسی شد. خب بلکسی بی زنبور بله. دسترخوان آرد ساعت درست. دسترخوان بی زنبور درست. خب زنبور کی بلکسی زنبور این قطع نوشته می شود. زنبور می نویسیم اما در تلفظ مثل زنبور می آید. شد دسترخوان بی زنبور درست. بلک یکم بار ویدیو و تماشا نمیکنه چخیر همسین شما بلکسی اپای خبر باشید در کامنتر لایک دین. خب انشاءالله تماشا میکنین اپای 15 همین کدام ویدیوی نو میداره بغیر از هم افیروتون یعنی ویدیو نوتون تماشا داره افیرو کم کرده درستتر میروند. خب بی جواب دادیم زنبور. خب بوی بوی علی جون 95 کلوسته درسی زبان انگلیسی هست برادر علی جون خوش اومدین. اگر برای درس اومده باشین مرحبا. گفتی اپای 15 گفتی اپای استرامو اول بالا که زدین اما اگر برای کلوچ اومده باشین متاسفانه کلوچ نیست بلوگر بوی پیسر برای درست پیسر بچه بلکسی بوی پیسر برای درست. دسترخوان بوی پیسر سمی عرضه باجه بیاتون دیده. خب بوی تمام جواب داده نه شد بوی پیسر بچه برای پیسر بچه. بلو 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 خب بلکسی کبوت بلوگر کبوت شد کبوت کبوت میشود دقیقی کبوت 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 میشود و در تلفظ کبوت میاد کبوت کبوت. خب کلار 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 در سرخان بگو کبوت بله کلار کلار رنگ بله درست. این شد کلار رنگ دسترخوان کلار رنگ درست. خب کت 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 بلوگر کت چهارمغز نادرست است.
خب دوستی عزیز بلاگر باز یک بار دیگه نو دیدم کت در یگان رو به معنای چهارمغز نآمده است. خب در یگان رو دیده باشین لطفا نویسین ما هم یاد گیریم بشم. خب دلشد جه کت بریدن ان بریدن. خب اگر در اول جمله بیاد روی کت دیس یعنی بیبر فعل امرشم بیبر. بلاگر کت چخوری می شود. نه کت چخوری نمی شود. کت بریدن می شود دوستی عزیز. بریدن یک زیرا می بریم که خب کی باشد؟ capital 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 capital. این کلمه یک چند معنا دارد. خب اگر بدانین نویسین مثلا اما معنای اساسیش هم یک معنای اساسی دارد. خب غیر از او بود با دیگر معنا هم میاد. خب شد تجه capital پایتخت درست. بلاگر capital پایتخت درست. بهترین تشکر زیاد. خب کپیتال یعنی خیلی شما گفتین پایتخت مرکز سرمایه به معنای سرمایه هم میاد. بلکسی کپیتال پایتخت درست. بهترین dog 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 dog. خب بلوگر اوکی دسترخوان کپیتال پایتخت درست. عمران سودایس سگ بله درست. بلوگر دوگ سگ درست. بهترین بلکسی دوگ سگ درست. دکتر دکتر دکتر. خب دلشد تجه دکتر دکتر بله درست. عمران دکتر درست. بلکسی دکتر درست دکتر درست بله. دسترخوان فاگ سگ فاگ نه داگ گفتیم داگ فاگ فکر میکنم قورباغه میشود اگر خطا نکنم فاگ قورباغه میشود. خب کت بریدن میشود بله درست. خب اینجا کلمه دکتر رو با هجا تقسیم کرده ایم یعنی دکتر از دو هجا عبارت است دکتر و در بین قوس طرز خواندنش دکتر ترجمهش دکتر پزشک. خب document 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 document. مرحمت ترجمه کنیم به زبان تاجیکی. دسترخوان دکتر دکتر بله.
خب دلشد حاجه document حجت درست بلکسی document حجت درست خب بلاگر document حجت بله درست اولی توجیک در مسکو 12 لایک السلام علیکم دوستان استاد بخشش افری دارم اعلام کنید پلیلیست مونن یک دو کس ماندگی دیگر رو نه من همه را با دو تلفن ماندم خب اولا علیکم سلام خوش آمدین تشکر برای لایک و دوستان گرامی امروز نیز نوبتی آیله تاجیک در مسکو است بسیاری از شما را دستگیری کردن و شما نیز این اپرا نیز دستگیری کنیم پلیلیستشون را تماشا کنیم و ما هم پلیلیستتون را تماشا داریم آیله تاجیک خوابازی رقم شبیم بچه رسیدم 47م افیر است نام افیر آیله تاجیک در مسکو است برادکست 47م ویدیو است خب دوستان شنیدن انشاءالله که دستگیری میکنن امران حجت درست دسترخوان داکیمنت حجت درست آیله تاجیک یک لحظه که چون رفت دسترخوان زیبا داکیمنت حجت آیله تاجیک رحمت مینالدار مالین سلامت باشین رشت میر سلام آشنا و علیکم سلام خوش آمدین خب داکیمنت یعنی حجت گفتیم خب یک لحظه جوابتون درسته حجت می شود خب در اینجا با هیجا اولا تقسیم شده است داکیمنت و کلمه با پرگی داکیمنت و در بین قوس ترزی خواندنش داکیمنت و ترجمهش حجت سند مدرک خب این بود از داکیمنت سوال دیگر میگذاریم elephant مرحمت ترجمه کنین elephant سنزدان لایک بگیر اینجا چی گپه اینجا درسی زبان انگلیسی است تشکر برای لایک موندنتون elephant فیل درست بهترین elephant فیل درست خب رشت نوشتم کردم بلکسی elephant فیل بله درست اول با ایجا تقسیم کنیم یعنی elephant ph ف خوانده میشود ph ف elephant خب و کلمه با پرگی elephant در این قوس ترجیح خواندن elephant ترجمه فیلم رشت میر سمایلیک روی که دگین خواهش میکنیم کسی در بلو سمایلیک موندگه سمایلیک کشون رو کور کنه که ضرر دارد امران فیل بله درست رشت میر فیل بله درست بهترین سوال دیگر excuse ترجمه به زبان تاجیکی خب ببخشید میشود ببخشید نیز میشود اما این حال کلمه رفته است یعنی excuse me اگر میشد یعنی ببخشید یا که مرا ببخشید مثلا اما این زمان عبارت ده نیستیم کلمه ده هستیم معنای بخشش را دارد یعنی بخشش اسلام ایمان سلام چی گپای هر کسی که میدونه سلام چی گپای زبان انگلیسی درسی زبان انگلیسی دستر خون elephant فیل برای بلکسی excuse عذر درست ایمان بخشش ببخشید خب بخشش درست می شود درست شد excuse عذر بله تشکر
خب excuse با هیجا تقسیم شدگی و کلمه با پرگی excuse طرز خواندن excuse و معنایش معذرت عذر بخشش excuse عذر بخشش بله خب excuse English 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 Islam Iman I go to school okay okay من با مکتب میروم بله درست رشت میر انگلیسی بله لکسی انگلیش انگلیسی بله درست عمران انگلیسی بله درست یعقوب جان سلام علیکم استاد سازین خوب انشاءالله تیز روم ویدیو موندم کمین تو در اتویت بتیم میام با مایلش شما دین و علیکم سلام تشکر برای اومدن و دستگیری کردن بلوگر انگلیش انگلیسی بله دلشو تجه انگلیش انگلیسی بله لکسی good lessons thank you یعقوب جان اپای زیبویم های بلوگر درسی خوب خوب اصلا خون انگلیش انگلیسی بله خوب حاضر یک لحظه English خب when it comes English طرز خوندن انگلیسی یعنی زبان انگلیسی یعنی وقتی همون انگلیش میگیم هم زبان انگلیسی رو در نظر داره هم انگلیسی مثلا formally Islam Iman give me questions okay formally take this question formally رشت میر اویلا نادرست یکم دیگه فکر کنین خب formally خب بلوگر formally اویلا نادرست عمران اویلاوی نادرست وای family است اویلا family اما این formally وای گفته شما family است family خب دلشو تجه formally رسما خب بله درست رسمی لکسی formally رسما بله رشت میر انسان ایمان formally این بروسی هستن formally خب بلوگر yes you are right خب thank you خب formally طرز خوندن formally ترجمهش رسمی رسما به طوری رسمی خب کی باشد for دوستان در زبان انگلیسی ر با پرگی تلفظ نمیشه چون که ما تاجیکان مثلا ر میگه ر رشت مثلا اما در زبان انگلیسی فار نمیگن فار رشت میر ما چیزی میدونیم میگیم ندونیم قبول نمیکنیم تشکر زیاد انا خیلی آدم در کار که یه چیزی را داند نویسد چون که در اینجا مثلا امتحان است که از امتحان بغلده چون که در اینجا مثلا یگان جای خود نشانتی است که ما باید خودمون نشان بدیم اینجا جای یاد گرفتن است یعنی همین کودک نگاه کنیم کودک وقتی که گپ زنی را سر میکنه یگان کس ایزو نمیکشه بعضی وقت دادا میگه بعضی وقت دده میگه بعضی وقت آچا میگه اوچا میگه اوچا میگه المهم نادرست هم که بگه میگه یعنی یگان کس برای وای گراماتیک نشون نمیده که در اینجا مثلا اوچا با او نوشته میشه یا که با آ نوشته میشه
هیچ کسی برای نشون نمیده، چیزی که میشنوه همون رو میگه. بنابراین شما شاید فامیلی را، یعنی در کجای مثلا شنیدگی به معنای اویله است، این فرمالی نزدیک است با کلمه فامیلی، یعنی تشکر برای جواب دادن، اشتراک کردن تا دسترخوان فرمالی راست من بله راست می فور خوب فور 4 نمیشود. یک بار دیگر به دقت نظر کنین. بلاگر فور برای بله درست، بلاگر کی بلکسی فور برای درست، ایمران برای درست، اسلام خب دلشاد فور برای درست، اسلام ایمان. next question okay 1 minute for برای بله بلکسی for you برای تو، for me برای من بله درست بهترین. اسلام ایمان چیزی نوشتین کو کردین. اسلام ایمان دلیا بله با زبان روسی دلیا. یک لحظه for خوب خودش یکی جا است و کلمه با پرگی for طرز خواندنش for ترجمهش برای به خاطر. خب next question چخیلی که برادر اسلام گفتن fly 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 دوستان گرامی، کسانی که میخوان که زبان انگلیسی را یعنی خیلی به طریق سوال جواب آموزن، میتونن هر روز ساعت 8 فیلم شروع میشد. گاه شاید 10 تا کم 8 5 تا کم 8 شاید شروع شود، اما یعنی رسما ساعت 8 است. تا ساعت 9 میتونن اشتراک کنین و دوستانی که میخوان انگلیسی آموزن از رفیقاتون دوستانتون میتونن که بگیرین بیارین، یعنی رایگان از بیپول است. یعنی فکر میکنم که به همه ما فایده دارد یک زبان رو آموختن. بلاگر فلای پرواز کردن بله درست. بلکسی فلای پاشا با معنای پاشا نیز میآید بله درست. رشت نامی کمپانیا. خب فلای یعنی مثلا فلای دوبای میگم، فلای ترکیش میگم، فلای دیگر انا اون به معنای پرواز است. یعنی این فلای هم به معنای پرواز میآید هم به معنای پرواز کردن. خب پرواز خودش اسم است، پرواز کردن فعل است. خب به معنای حشرات هم نیز میاد، یعنی به معنای خب حشرات هم از جمله حشرات است یا پرنده است. خب به معنای پشه نیز میاد. راش میدونم که گفتیم بلک کی بلاگر فلای یا اینکه فلای یا اینکه پشه پرواز کردن گفتیم یا پشه هر داشت شد فلای پرواز کنید. خب فعل امر است. اگر در اول بیاد فلای گویا دیم پس پرواز کردن نمیشه بکنید نشه پرواز میکند. این خب اگر در فعل درونی عباره بیاد میشود. من در پشت تلفن دیدم فلای نام کمپانی هم میشود مثلا یعنی پرواز. مثلا که یک شرکت میکشاید شرکتی پرواز مثلا شرکتی پرواز امران پرواز کردن درست. آشخانه سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین آشخانه بسم الله. بلکسی بلاگر بی اس دی флай هم پشه میشود هم پرواز کردن ولی دلشات جواب خیلی خوش آمدین تذکر флай پرواز кардан паша. Почему черный экран? Потому что до сих пор мы не нашли хорошую программу. Такую программу сейчас знаете, кто возит апай Ошхуна. Так что флай, флай. فلای خودش یک اینجا است. خب کلمه با پراگی فلای طرز خواندنش فلای پرواز کردن معنیش خب پرواز یعنی پرواز کردن فعل است، پرواز اسم است و چخیلی که لکسی گفتم با معنی پشه نیز میاد. خب سوال دیگر go 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 اصلا خونده با پنجان مشخونه خوش آمده. go پیسا بینم چون خب go مرحبت
امران رفتن درست، رشت می رفتن درست، دلشوت جای گو رفتن درست، بلوگر گو رفتن درست. دسترخوان خدا رو شکر. خب درست بهترین. گو خودش یک هجا است. کلمه با پراگی گو، طرز خواندن گو، معنایش رفتن. خب next question. Girl, 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 girl. لکسی گو روید رفتن. خب اگر در اول بیاید مثلا در اول جمله یا که عبارت یک کس رو امر میکنی go out مثلا بیرون برو یا که رو بازی مثلا. خب دسترخوان گو رفتن آشخانه آذربایجان خوشخوش خب girl 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 girl. دلشوت girl دختر بله درست. امران دختر بله درست. بلوگر دختر بله درست. لکسی گرل دختر درست. آشخانه دختر بله درست. راشنیر دختر بله درست. دلشوت شما. خب گرل از یک هجای عبارت است. گرل کلمه با پراگی گرل طرز خواندن گرل معنایش دختر. دسترخوان گرل دختر. عزیز بابایب گرل دختر بله درست. تشکر زیاد برادر عزیز. گرل یعنی دختر. گلاس گلاس. خب این هم با چند معنا میاد. خب کدومش که گوین قبول است. گلاس گلاس. گلاس. خب بلوگر آینه. خب یک کم دیگر فکر کنین. رشت میر چون آشخانه سینف نه نادرست. بلوگر تیرزه نادرست. بلکسی گلاس شیشه آینک. شیشه بله شیشه. آینک نیو عینک یعنی همون عینکی که اگر شکل جمع بگیرد با شرط گلاسز مثلا عینک میشه عینک طبی. اما پیش از گلاس سن بیاید سن گلاسز شود اگر چی رو در نظر دارد؟ چی میگن؟ عینک آفتابی یعنی солнечные очки. امرون آینه. آینه میرار میشود. میرار. دلشوت گلاس شیشه استکان درست. عزیز بابایف گلاس استکان درست. آشخانه با بسم الله. ها زرکلا 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 همون میرار میشود. میرار. دسترخوان زیبا گلاس شیشه عینک بله. لکسی گلاس استکان بله. هم استکان میشود هم شیشه میشود هم اگر یک اسی دیگر اضافه شود شکل جمع شود معنی عینک را دارد. عینک دارد. عینک طبی یعنی. خب گلاس از یک هجای عبارت است. کلمه با پراگی گلاس طرز خواندنش گلاس معنایش شیشه فنجان استکان. خب این رو گرفتیم. کلمه دیگر سوال دیگر. next question. hand 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 hand. امران دست درست. hand یعنی دست. دوستان عزیز یک کس اگر جواب داد شما هم جواب دهید. یعنی مهم این است که
مهم نیست که یک از جواب دیگر شما جواب. مهم است که هر کس باید که نویسد، هم در نویسن آموخته میشن که طرز کلمه چه نوشته می شود، هم گوش میکنید هم میبینید، یعنی چند طرفه فایده است. همین هر زبان رو 4 مهارت در کار برای آموختن هر یک زبان، یعنی نوشتن، خواندن، گوش کردن، خب یک لحظه، نوشتن، خواندن، گوش کردن و گپ زدن. نوشتن، خواندن، گوش کردن، گپ زدن. رشت میر دست، ولی امران دست، لکسی دست، هند دست، آشخانه دست، آشخانه هند دست. خب خان نوشتن شما آشخانه هند میشود، هند. مثلا خان هند دست. بلاگر عزیز ویب، where are you from؟ خب بهترین. ما این زمان چخیلی وعده کرده بودیم، یعنی 10 روز کلمه می رود. خب اگر بگیم که 10 روز زیادی بد است، میتونیم که 3 روز بکنیم، یعنی 3 روز یا 4 روز. باز در عباره میگذاریم. عباره یعنی عباره‌های کوتاه و مثل چخیلی که برادر بلاگر سوال بودن where are you from. خب عزیز بابا هند دست درست. هند نیز یک هجا عبارت است. هند یک هجا است و کلمه با پرگی هند، طرز خواندنش هند و معنیش دست. Next question. How. How. خب رشت میر بسیار خود یکم دیگر فکر کنین. بلاگر هاو چقدر، کم دیگر فکر کنین. بلاگر رشت نمیدونم. خب امران بسیار چقدر، کم دیگر فکر کنین. وای بسیار چقدر که شما نویسین how much می شود. how much. لکسی چخیل سرا. how یعنی چخیل می شود، بله درست. دلشو تجه how چخیل درست. خب همون کسیگه هست. خب how نیز از یک هجا عبارت است. how کلمه با پراگی how، طرز خواندنش how، معنیش چخیل چیتاو. چخیل چیتاو. مثلا how are you که شد چخیل شما یا شما چیتاو. خب next question. home. 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 اصلا خونده با how چخیل بله. آشخانه چخیل بله. بلاگر خانه بله. امران خانه بله. رشت خانه بله. آشخانه خانه بله درست. بهترین. بلکسی هوم خانه بله درست. خب هام نیز از یک هجا عبارت است. هام کلمه با پررنگی و طرز خواندنش در بین قوس هام و ترجمهش خانه منزل. کلمه هام گاه با معنای وطن نیز می آید، یعنی در بعضی حالت، یعنی همیشه نه، در بعضی حالت با معنای وطن هم می آید. حتی یک مثل زبان انگلیسی می دونستم، یعنی زبان home is خود یادم نیست حاضر، یعنی به همین معنا یک زنبور مثال است که وطن بهتر از
همه جا هست، یعنی معنایش اما با پرگی نمیدونمش. دسترخوان زیبا هم خانه منزل جای زیست. بله. رشت ذریعت ممرد تا خانه میرم از درس خفا میمونم. خب از این پس تلفنتون از ذریعت مونده و ساعت 8 هر روز درسه. امران میهن. بله بله. خانه منزل میهن درست بهترین. امران بلکسی گات هم به خانه روی درست بهترین. خب next question. خسته نشید دوستان. اگر خسته شده باشید همینجا بسش کنید. اگر بگید که دوام تین دوام بدید. خب بلوگر نه یعنی دوام بدیم یا که صفیه محمدتاج السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین اپای صفیه. بلوگر دوام بدیم. رشت نه. امران نه یعنی دوام ندیم. بلوگر خطاگیامون اصلاح کنیم. فهم دوام ته یعنی خطاگیامون اصلاح کنیم. امران دوام ته رشت. خب لکسی اکا امروز سوالات بسیار بودن همینقدر کافی است. بله کمتر بسیار بودن راستی. پروینه سید احمدова. خب لایک مونده. تشکر برای لایکتون. همون لایک اساسی رو مونده. این اسمایلیکاتون رو کل کنید اگر خفا نشین. اپای پروینه خواهر ما گفتیم نه نکشیم. فهمو بلوگر دوام تین. خوب دوام میتین که بلکسی معذرت بسیاری ها پتستنگی دوام تین. دسترخوان بله کفایه. خب دسترخوان چند کس پتستنگی دوام تین. باشخانه دوام تین. خوب دوام میتین. خب next question سوالی دیگر. informally. خب ما در بالا formally گرفتیم. formally در خودتون باشه اگر رسمی میشود. اکنون informally چی میشود؟ informally کسانی که با گوگل ترجمه میکنن گوگل همیشه طوری ترجمه نمیکنن، یعنی بسیار وقت نادرست ترجمه میکنن گوگل. اگر بخواید که گوگل ترجمه درست میکنه پس با چند زبان نگاه کنید ترجمه شد. مثلا یک کلمه رو میپرتونید با ازبکی نگاهش کنید، با روسی نگاهش کنید، با تاجیکی نگاهش کنید، با فارسی نگاهش کنید، با اون زبان دیگه رو بدونید، با اون نگاهش کنید، بعدا طرز درستش میابید. اما خیلی با یک زبان بعضی وقت ناطوری ترجمه میکنن. آشخانه وقت وقت که تست سوال نویسید چه معلوم نبود. خب ان شاء الله اکران تاریخ کو بله نمیدونم. خب لکسی informally با طوری رسمی نه نادرست است. informally یک جای نوشته می شود. یا شد informally با طوری رسمی نادرست است. چون میتونیم بعضی وقت چیزا نادرست ترجمه میکنم. خب informally از 4 هجا عبارت است. informally. خب شکل کلمه با پرگی informally، طرز خواندنش informally. خب معنیش غیر رسمی. لکسی informally. خب مستقیم نکنیم خونه کورشید. خب informally یعنی ترجمهش میشود غیر رسمی. formally رسمی به شکل رسمی رسما و informally به شکل غیر رسمی. یعنی مثلا یک مثال بیاریم. آشخانه گفتم تست سوال بعد سوالو با مثال احتیاج دارن معذرت زیاد. مثلا میگم که introduce yourself formally، خودت رو به طور رسمی شناس کن. خب introduce yourself
informally خودت رو به طور غیر رسمی شناس نما. خب مثلا غیر رسمی چی میشه؟ غیر رسمی مثلا مثلا I'm امران مثلا، اما رسمی با شکل رسمی hello my dear student my name is Imran I am from Tajikistan. خب مثلا با شکل رسمی و کلمه های پرمضمون پرمعنا یعنی اختنا معرفی کنیم. خب اینجا موضوع معرفی نیست، موضوع چی است؟ کلمه اینفورمال. خب یک معلومات دیگر به سمع شما میرسونم که همین کلمه این پیش از فرمول آمادگی است که همین کلمه این در بسیاری کلمه وقتی اومد معنای عکس او کلمه را میتیاد. مثال فرمالی رسمی میشود، عکس کلمه فرمال چی است؟ یعنی غیر رسمی. عکس کلمه رسمی چی است؟ یعنی غیر رسمی است. پس وقتی که این اومد غیر رسمی میشود. یعنی که مثلا کسی اگر سوای کامپیوتر بدوند یعنی ویندوز فراوردن یعنی بعضی پروگرام ها اینستال میگیم، اینستال فراوردن میشود. عکس فراوردن چی است؟ یعنی کور کردن یعنی دور کردن مثلا. پس uninstall میشود، میشود مثلا. خب این موضوع دیگر است، معذرت که از موضوع برام اومدیم. لکسی اینفورمالی غیر رسمی بله. آشخانه همصنف شما با چی گپ شد؟ همین خطاگی ها ما بسیار که خب آشخانه نفهمیدم مقصد اینفورمالی غیر رسمی بله. زمیره اس السلام علیکم، با درس دیر موندم چی؟ با فیلم که دیر کردین ساعتی 8 ساعت کردیم. خب اینفورمالی غیر رسمی. سوال دیگر، سوال به حد پین است. کسی اگر داند باهاش پن میمونیم. I رشت من بله. امران من بله درست. بله درست. زمیره اس من بله. دلشاد تجه من بله. خب آی از یکی جای عبارت است، طرز خواندنش آی است، اما یک معلومات که همیشه با حرف کلام نوشته میشه. در اینجا حرف میده نوشتم، حرف کلام خود نوشته میشه. معنیش طرز خواندنش آی، ترجمهش من. دلشاد من آی من لکسی من بله درست. خب کلمه این آشخانه معذرت دوستان یک کمتر آموزه خاموش کردیم. این ترجمه کرده اینجا آشخانه در بله. زمیره است در، رشت غیر. خب نه در اینجا مثلا این در میشود یعنی در داخل چیزی، مثلا در داخلی. امران در بله. دلشاد این در بله. لکسی در بله یعنی در داخلی چیزی مثلا. خب کی باشد؟ اپریسیترام السلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. خب این نیز از یک هجای عبارت است و شکل پرش این، طرز خواندنش این، معنیش در اندر. خب next question. June
جون 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 مرحمت ترجمه کنیم جون. خب عمران ایون بله درست. بلکسی ایون زمیره ایون دسترخوان این در بله در یعنی در داخل چیزه. خب جون نیز از یک جای عبارت است. جون یعنی به شکل پررنج جون، طرز خواندنش جون، ترجمهش ایون ماه ایون آشخانه ایون بله درست. خب جولای 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 جواب نیست. خب لکسی جولای ایول بله درست. دستر خون جون ایون ماه این نوشتن ماه ایون می شود. باشخونه ایول درست. ایوان ایول ماه ایول درست بهترین. دل شد تجه جولای ایول می شود. دل شد تجه ایول ال آخرش ال می گیرد. خب جولای نیز از یک جای عبارت است. کلمه به شکل پررنج جولای، طرز خواندنش جولای، ترجمهش ایول ماه ایول. خب دیگر کلمه جم 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 لکسی جم مربا بله درست بهترین. خب دل شد جم مربا درست. زمیره مربا درست بهترین. آشخانه جم مربا بله درست. بله جم نیز از یک جای عبارت است. شکل پررنج جم، شکل خواندنش طرز خواندنش جم، ترجمهش مربا. عمران مربا بله حرف قرا عوض که مربا میشه. خب دیگر کلمه next word or next question. key 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 دستر خان جم مربا آشخانه با اسم پرول کلید. خب بله یعنی هر دوش درست است. لکسی کی کلید بله دل شد کی کلید درست. الی اس کی کلی یعنی کلید شده نظر داشته باشین بله درسته. دستر خان کی کلید درست. آشخانه کلیوچ بله درست. زمیره کلید بله. عمران سه نوشتن کن کردیم. دستر خان جم مربا بله درست.
خب کی نیز از یک هجای عبارت است. کی یعنی شکل پرر، کی طرز خواندنش، کی ترجمهش کلید، وسیله راه، راهنما. مثلا بعضی کلمه هستن که کی واردز میگه، کی واردز، واردز، کیبورد نه، کی واردز یعنی کلمه های همچون راهنما. خب kind. Next question. Kind. دوستان خواهش میکنیم اسماعیلی کتون رو باید پر کنیم. Kind. مرحمت ترجمه کنیم. Kind. Kind. و فیلم خسته هم شدیم. خب 4 کلمه دیگه هست، همین 4 کلمه دیگه رو میگیم و همین خطی این فیلم امروزه رو به انجام برسونیم. Kind. کودک نوشتین علی، کودک نه، کودک کید می شود، کید، اما در اینجا kind است. زمیره اس کودک چخیلی گفتیم kind، کودک کید می شود. لکسی kind گونه، بله گونه، نو. امران کودک کید می شود. بلکسی کودک کیدز. خب کیدز شکل جمع است، کید کودک می شود، کیدز کودکان. کید گونه، دست خوازه بود کید گونه، نو، بله درست. آشخانه کیدز کودک، کیند چگونه، کایند، کایند می شود، کیند نو کایند یعنی نو چگونه. کید کودک می شود، کیدز نو کید. کیدز کودکان، بله این رو کیدز کودکان درست. خب kind نیز از یک هجای عبارت است و کلمه با پراگی kind. طرز خواندنش kind، ترجمهش نو، گونه، گونه، نو. خب keep، keep، keep. خب شده جای معلم ای فرد و آدم ها ای قریبی آخری درس بیایند دیگر درس بسیار دوام نمیده. چنین هر روزه مثلا آدم ها ای اول افیل بیایند. بله بله این غیر از همین کیپ 3 کلمه دیگه است تمام. همین 3 کلمه پس درس امروزه رو به انجام برسونیم. کیپ، کیپ، کیپ. زمیره آلمان از مسکو چند ساعت فرق میکنه؟ راستی نمیدونم. امروز درس گذشته کسی بود پرسیده بود. بلکه کیپ نگاه دارید، نگاه داشتن، بله. دلشوت جه کیپ نگاه دارید، نگاه داشتن، بله. خب نگاه داشتن، حفظ کردن. خب کیپ یکی جا است کلمه به شکل پرای کیپ، طرز خواندن کیپ. خب داشتن، نگاه داشتن، حفظ کردن، دوام دادن معنیش. دست خوان کیپ نگاه داره، نگاه داشتن. خب کلمه دیگر لیمون، 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 لیمون. یک سوال کجا؟ چی یک سوال؟ آلمان در نظر داره، نمیدونم راستی. لیمون، بلکسی لیمو، بله درست. 2 کلمه دیگه مون، هم 2 کلمه دیگه را می نویسیم بعد با همین خطی تمام. خب علی اس لیمون، بله درست. دلشاد معلم بس هست با فکرم، بله بله.
دو کلمه دیگه است بعد تمام بازش میکنیم. زمیره اس لیمو بله درست. لیمون لیمون لیمو بله درست. خب لیمون لیمون یعنی از دو هجای عبارت است. شکل پرش لیمون. خب شکل خواندنش لیمون. خب ترجمهش لیمو یا که همون لیمون. یکشون تجه لیمون لیمو بله درست. خب لیم 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 لیم. غیر از این کلمه یک کلمه دیگه است تمام. یعنی همین حرفی ل رو تمام کنیم. یعنی با حرفی که رفتیم. خب از هر یک حرف یعنی سه کلمه آورده استیم. lion 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 lion. زمره از شعر بله درست. بلکسی lion شعر درست. علی از شعر اشخانه لیمو لیمون بله لیمو. خب lion نیز از یک جای عبارت است. lion و طرز خواندنش lion ترجمهش شعر. دلشون تنجه lion شعر بله درست. آخرین کلمه درس امروزه leaf leaf شعر leaf بله درست. دلشون تنجه فهمو leaf 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 دسترخوان lion شعر بله درست. leaf آخرین کلمه است. leaf leaf bark بله درست. لکسی دلشون تجه leaf bark بله درست بهترین. خب زمره bark بله. leaf یعنی با L E A F leaf یک جو هست leaf طرز خواندنش leaf ترجمهش bark آشخانه bark دسترخوان leaf bark بله. خب با همین درس امروزه به انجام رسید. تا ساعت 9 گفته بودیم. خب معذرت که از 9 کمتر گذشت چون که خواستیم همون حرفی ل رو تمام کنیم. از فردا از حرفی M سر میکنیم. M یعنی از هر یک حرف سه کلمه میاریم. M. خب با همین درس امروزه به انجام رسید. تشکر از همتون برای اشتراکتون. اگر بلکسی خاله ها رو نوشته باشن میتونن پیشکش کنن و اگر باها باشه اگر میتونن نویسن برای همسینفونشون. علی اسوارق ولی امروز اسمایلیکتون بعدا کل کنیم. تشکر برای اسمایلیک برای لایک برای دستگیریتون. بلکسی همینجا هستین جانوازش کنیم که چه کنیم. بلکسی باهای همه کسی که درس کرد دست باهاشو 5 سلامت باشه. تشکر زیاد. خب مایلش دوستان گرامی به همین خیلی خوش میکنیم. دیگه وقتتون از زیاد نمیگیریم. از این دیده موفق و مؤید سربلند باشین. تا درس های نوبتی پگاه ساعت 10 کم 8 باز یک 5 کم 8 خلاص 8 درس سر میشه. یک 5 دقیقه پیش یک خوش آمدی و سلام میکنیم. ساعت 8 درس سر میشود. علی خیر خوب خداحافظ علی. لکسی thanks you. خب thank you میشود. اس نمیاد. اگر اس نمیشتین یو دیگه نمیاد. یعنی thank you یا که thanks teacher. خب thank you teacher for lessons. good night. good night لکسی. به همتون شبی خوش. دلشون تیچر احمد و همه را خداحافظ. خدا نگهدار. آشخانه تیچر احمد برای در سلامت باشین. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا. تا دیدن دیدار پناهتون به خدا. موفق و مؤید سربلند باشین.
باي. هذه اسمها باي. خب باي في